الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال را سپاسگزار هستیم که برای ما توفیق داد تا در برنامه دیگر از برنامه‌های روحانی قرآن عظیم الشأن در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی باشیم. امید است در هر جایی که هستید در پناه حضرت ایزد متعال سبحانه و تعالی قرار داشته باشید و از بارگاه ایزد متعال جلت و عظیمته تقاضا داریم که ما را همیشه در پناه خود داشته باشد و ما را همیشه با کلام پاک خود که همان قرآن عظیم الشأن هست الله متعال ما را همراه نگه دارد و قرآن عظیم الشأن را در زندگی ما داشته باشد. بینندگان عزیز و گرامی، قبل از اینکه به اصل موضوع یا موضوع تجوید که اولین بحث هر برنامه ما هست بپردازیم، زیباست به حدیثی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اشاره بکنم در فضل و در برتری قرآن عظیم الشأن که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت و برتری کسی که قرآن عظیم الشأن را تلاوت می کند یا در فضیلت و برتری قرآن عظیم الشأن رسول الله علیه السلام چی زیبا می فرمایند. امام بخاری رحمه الله در کتاب صحیح و در کتاب جامع خود حدیثی را روایت می کند که ابو موسی اشعری رضی الله عنه از رسول الله علیه السلام روایت می کند که پیامبر علیه السلام فرمودند. فقط قبل از این که حدیث را به خدمت شما روایت بکنم، امیدوارم که بینندگان عزیز با دل و جان این حدیث رسول الله علیه السلام را بشنوند و بعد از آن خودشان در مورد خود قضاوت کنند. رسول الله علیه السلام افراد را که تلاوت قرآن می کنند در این حدیث به 4 دسته تقسیم می کنند. گروه اول رسول الله علیه السلام می فرمایند مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، می فرمایند مثل و مانند مؤمنی که قرآن عظیم الشأن را تلاوت می کند و قرآن کریم را می خواند. توجه کنید، مؤمنی که قرآن کریم را تلاوت می کند مانند اترجه هست. اترجه همان ترنج میگن، در زبان فارسی برای آن ترنج میگویند. رسول الله علیه السلام می فرمایند ریحها طیب و طعمها طیب. این ترنج بوی هم بوی خوبی داره و طعمش هم طعم خوب و طعم لذیذی داره. هم خوشبو هست که بوی انسان بوی خوبش را احساس میکنه و همچنین طعم لذیذ و طعم خوشمزه‌ای هست که انسان از اون در واقع میتونه استفاده بکنه. مؤمن زمانی که قرآن کریم را تلاوت میکنه مانند این ترنج هست که هم بوی خوب از او به مشام انسان میرسد و هم خودش که ایمان در نهاد این انسان هست در واقع باعث بر این میشه که هم خودش خوب باشه و خوش باشه و خوشمزه باشه و هم این رائحه و این بوی نیکی که بوی خوشی که از وجود این شخص و از دهان این شخص خارج میشه که همانا تلاوت قرآن عظیم الشأن هست. و در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و مثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة. اما مؤمنی که قرآن عظیم الشأن را تلاوت نمی کنه، اون اول مؤمن بود تلاوت قرآن می کرد، مثال دوم یا شخص دوم مؤمن هست اما تلاوت قرآن نمی کند، از قرآن دور است. رسول الله علیه السلام می فرمایند مثل این فرد مانند خرما هست، مانند خرما هست. لا ریح لها و طعمها حلو. بوی نداره، خرما بوی نداره، بوی خوش نداره که انسان از اون بوی استشمام بکنه، اما این خرما شیرین هست. مؤمن ایمان داره، شیرین هست، ولی قرآن تلاوت نمیکنه، بوی نداره.
این رائحه خوب و این بوی طیب و بوی بسیار زیبا که در مشام انسان میرسد از تلاوت قرآن هست. مؤمن اول هم مؤمن بود و هم تلاوت قرآن میکرد، بناهن هم بوی خوش داشت و هم طعم لذیذ داشت. اما دوم مؤمن هست، مانند خرما هست، بوی نداره اما خوش است، خوشمزه هست، شیرین هست، اما بوی خوش نداره. در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و مثل المنافق الذي یقرأ القرآن، اما منافقی که قرآن عظیم الشان را یقرأ القرآن مثل الریحان، مانند ریحانه هست، گلی است از گلها. منافقی که قرآن کریم را تلاوت میکنه مانند ریحانه هست، مانند گل که به نام ریحانه مشهور است. ریحها طیب و طعمها مر، بوی خوش داره این گل اما خورده نمیشه، اگر بخوری تلخ است. بوی خوش داره اما نمیشه انسان اون را استفاده بکنه و بخوره، برعکس ترنج و برعکس خرما. ترنج خوبیش اینه که هم بوی خوش داره و هم طعم لذیذ داره. خرما بوی خوش نداره اما طعم لذیذ داره. اما ریحانه، گل ریحانه بوی خوش داره اما خوشمزه نیست، تلخه، انسان نمیتونه آن را درست بخوره. این مانند منافق است، مانند منافقی که تلاوت قرآن میکنه، بوی خوش داره، از اون رایحه و بوی خوش خارج میشه اما طعمش لذیذ نیست، تلخ است. و در ادامه رسول الله علیه السلام میفرمایند و مثل المنافق الذي لا یقرأ القرآن كمثل الحنظله، اما منافقی که قرآن عظیم الشان را تلاوت نمیکنه مانند حنظله هست. حنظله در زبان فارسی همان هندوانه ابو جهل میگن، هندوانه کوچک، به شکل هندوانه هست. چون به شکل هندوانه هست برایش هندوانه ابو جهل میگن. بسیار تلخه، خیلی زیاد تلخه، بی نهایت تلخه. رسول الله علیه السلام میفرمایند منافقی که تلاوت قرآن نمی کند مانند این حنظله یا همان هندوانه ابو جهل. رسول الله میفرمایند لیس لها ریح و طعمها مر، نه بوی خوش داره و نه هم طعم لذیذ داره. پس ای برادر و خواهر مسلمانم، بیا که من و تو از جمله کسانی باشین که رسول الله علیه السلام به اونها مثل ترنج دادن، هم بوی خوش داشته باشین با تلاوت قرآن خود و هم مؤمن هستیم الحمدلله که طعم لذیذ داشته باشیم، هم بوی خوش و هم طعم لذیذ. این قرآنه که برای انسان بوی خوش میده. وقتی این قرآن از زبان انسان خارج میشه و انسان تلاوت قرآن میکنه، برای انسان همان خاصیت ترنج میده که هم انسان بوی خوش، هم این ترنج بوی خوش داره و هم طعم شیرین و طعم لذیذ داره، طعم خوبی داره که انسان واقعا از خوشمزگی آن انسان به هر حال خوشش میایه، از بس که خوشمزه هست. نشود که از جمله کسانی باشین که رسول الله علیه السلام به اونها مثل تمر را دادن، مثل خرما را دادن، یا نعوذ بالله از کسانی باشین که مثل گل ریحانه باشه، یا نعوذ بالله مثل همان نبات حنظله باشه که همان هندوانه ابو جهله. بلکه الله متعال سبحانه و تعالی به ما توفیق بده که با تلاوت قرآن عظیم الشان ما از جمله دسته اول و کسانی که در گروه اول و در ردیف اول قرار دارند که همان مثال ترنج است. الله متعال به ما توفیق بده که از جمله اونها باشیم. بعد از این مقدمه کوتاه بینندگان عزیز و گرامی می رویم به سراغ درس تجویدمان. ما در درس تجوید مسائل را مطرح کردیم و از جمله مخارج حروف در بعضی از مخارج اشاره کردیم. مخارجی که مربوط به حلق می شد آنها را کلا توضیح دادیم الحمدلله، و رسیدیم به مخارجی که از طریق زبان
در واقع ادا میشه و مخرج آنها زبان هست یا زبان در آن کاربرد قوی دارد که قسمت اخیر زبان و وسط زبان توضیح دادیم. حالا به قسمت جلوی زبان میرسیم که در برنامه گذشته ما به طور مفصل دندانها را تشریح کردیم، به خاطر اینکه وقتی ما دندانها را بشناسیم مشکل ما حل خواهد شد، چرا که از این به بعد بعضی از مخارج را ما میخوانیم که ارتباط به دندانهای ما دارد، پس لازم است که دندانها را بشناسیم. میرویم به سراغ بعضی از حروفی که امروز مخارج آنها را به خدمت شما معرفی میکنیم. از اتاق فرمان میخوام که تصویر را نشان بدن که با همدیگر از طریق تصویر بیشتر ان شاء الله آشناتر بشیم. اول اینجا توجه کنید، اینجا میبینید دال و تا هست. دال و تا قسمت جلوی زبان برخورد میکنه با قسمت بیخ دندانهای جلو، بیخ دندانهای پیشین که ما در برنامه گذشته آنها را توضیح دادیم که من میخوام که اینها دندانها را یک بار دیگه به شما نشان بدم. اینجا را توجه بکنید، این دندانهای ثنایا هست، دندانهای ثنایا یا دندانهای پیشین. در فارسی به این دوتا میگن دندانهای پیشین. البته این 4 تا را با هم میگن دندانهای پیشین، ولی اینها به نام ثنایا یا دندانهای پیشین یاد میشه که ثنایای بالا یا پیشین بالا و در این قسمت هم پیشین پایین هست. ما فقط بحث ما فعلا به دندانهای ثنایای بالا هست، دندانهای ثنایای علیا یا دندانهای ثنایای بالا که اینجا را توجه داشته باشین. همین دندانها بحث ماست. تقریبا قسمت جلوی زبان به اینجا برخورد میکنه، یعنی قسمت بیخ دندانهای ثنایای بالا، به این قسمت بیخ دندانهای ثنایای بالا. میرویم به شرح تصویر. اینجا تصویر را شما توجه بکنید. این قسمتی که آبی شده همان قسمتی که در واقع به بیخ دندانهای ثنایای بالا یا قسمت دندانهای بیخ دندانهای پیشین بالا به این قسمت برخورد میکنه و دال و تا تلفظ میشه. مثلا ما خواسته باشیم دال و تا را تلفظ بکنیم، مثلا به عنوان مثال این نکات را شما توجه داشته باشین. قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به قسمت بیخ دندانهای پیشین بالا، به اینجا برخورد میکنه و دال و تا ادا میشه. مثلا ما خواسته باشیم که ادا بکنیم، ما در برنامه‌های گذشته قاعده داده بودیم که اگر خواسته باشیم یک حرف را مخرجش را واضح بکنیم، حرف را ساکن میکنیم و حرف ما قبلش را حرکت میدیم. مثلا خواسته باشیم در دال میگین اد اد اد. اگر خودتان هم با خود این به هر حال یک بار با خودتان تمرین بکنید واضح میشه برای شما. اد اد قسمت سر زبان برخورد میکنه با قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به بیخ دندانهای ثنایای بالا یا بیخ دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره، در فک بالا قرار داره، در این قسمت با اینجا برخورد میکنه. اد اد اد. و خواسته باشیم مثلا تا را ادا بکنیم، این تا مثلا میگین ات 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 و به همین ترتیب شما میتونین که تمام، حالا ما قبلش زر باشه یا زیر باشه یا پیش باشه، زبر یا زیر یا پیش باشه، به هر ترتیب اینها رو میتونین شما به همین قسم ادا بکنین. دال اد تا ات. این قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به بیخ دندانهای ثنایای بالا یا بیخ دندانهای پیشین در قسمت بالا. میایم در حرف تا. حرف تا اینجا شما اینجا در این تصویر دال و تا ببینین، این قسمت وسط زبان یا قسمت اخیری زبان هیچ نوع عملیه‌ای نداره، عملیه‌ای در این قسمت نداره در دال و تا. اما در قسمت تا اینجا را ببینین، قسمت جلوی زبان باز هم برخورد میکنه به بیخ دندانهای ثنایای علیا یا بالا یا دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره. قسمت جلوی زبان برخورد میکنه به قسمت دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره، به بیخ آنها.
اما در اینجا قسمت وسط زبان یا آخری زبان، قسمت آخری زبان در اینجا فعالیت داره. فعالیتش اینه که این قسمت بالا را، این قسمت وسط زبان را رو به سمت بالا تمایل میدهیم. رو به سمت بالا آن را تمایل میدیم و میکشیم طرف بالا. برخلاف دال و تا که اینجا هیچ نوع فعالیتی زبان قسمت وسط زبان نداره، اما در تا داره. چرا؟ چون تا از حروف استعلا هست. حروف استعلا مادامی که ادا میشه باید قسمت وسطی زبان به طرف کام به قسمت بالا تمایل داده بشه و به قسمت بالا بره. مثلا اینجا در شما تفاوت میان تا و میان تا ببینین. مثلا وقتی که ما تا را ادا میکنیم میگین ات. زبان ما کاملا هیچ نوع این قسمت زبان هیچ نوع فعالیتی نداره، راست کاملا. اما در اینجا ما مجبوریم که قسمت زبان بدیم بالا. چیکار میکنیم؟ میگین ات. مثلا میگیم صراط، نمیگین صراط تا صراط خیلی فرق میکنه. پس این دوتا رو باید با هم فرق داد، میان تا و میان تا. چرا که تا از حروف استعلا هست و حروف استعلا باید پر ادا بشه و باید با پوری در واقع ادا بشه. و ما این را به این گونه به این قسمت زبان میدین به طرف سمت بالا یعنی سمت بالای دهان و حرف تا را ادا میکنیم. اط. یا مثلا میگین صراط. و به همین ترتیب حروف دیگری که تا داره شما میتونین به همین قسم آنها را ادا بکنیم. این بود از حروف تا، دال و تا که اینها به این قسم ادا می شود. اما میایم حروف دیگر، 3 حرف دیگری که اینها هم با تفاوتی که در حروف قبلی هست. حروف قبلی سر زبان به قسمت بیخ دندانهای ثنایای علیا یا ثنایای بالا برخورد میکرد به بیخ دندانها. توجه بکنید، این قسمت به بیخ دندانهای ثنایای علیا برخورد میکرد و این 2 حرف ادا میشد، این 3 حرف ادا میشد: تا، دال و تا. اما 3 حرف دیگر قسمت جلوی زبان یا قسمت سر زبان به قسمت سر دندانها برخورد میکنه، سر دندانهای ثنایای علیا. این تصویر را توجه بکنین. مثلا اینجا ضال داریم و ثا داریم، ثا و ضال و ثا. اینجا رو توجه کنید شما، این قسمت زبان، قسمت سر زبان برخورد میکنه به سر دندانها، به بیخ دندانها نیست، با تفاوتی که در او 3 حرف دیگه بود که به بیخ دندانها برخورد میکرد. اما در اینجا سر زبان برخورد میکنه به سر دندانها، به سر دندانهای جلو یا پیشین بالا، و این 3 حرف ادا میشه: ذال، ثا و ضا. البته ضا مثل تا تفاوتی که داره که از حروف استعلا هست که انشاءالله در جایش توضیح میدیم. حالا اینجا رو توجه بکنید: ذال، نمیگیم زال. زال و ذال با همدیگر خیلی متفاوته. توجه بکنید، سر زبان به سر دندانهای بالا این قسمت برخورد میکنه و ذال ادا میشه. مثلا میگین اذ. مثلا میگین اث. نمیگیم اس تا اث با همدیگر متفاوت فرق میکنه. مثلا وقتی میخوانیم ثم، سر زبان دقیقاً برخورد میکنه به این قسمت سر دندانهای بالا. مثلا میگین که ثم. یا مثلا اینجا میگین ذالک. سر زبان دقیقاً برخورد میکنه به سر دندانهای بالا. اما در ضا که هست
تفاوت در ضا چون از حروف استعلا هست، این قسمت از زبان مثل تا میره بالا. قسمت وسط زبان باید تمایل پیدا بکنه به قسمت کام بالا، به این قسمت تمایل پیدا میکنه، میره بالا. اینجا رو ببینید زبان کاملا طور عادی داره، هیچ نوع حرکتی در این قسمت زبان در ذال و ثا نیست. اما در تا همان زبان قسمت سر زبان به سر دندان ها برخورد میکنه، اما این قسمت زبان میره بالا، میشه ضا. مثلا میگیم ظالمین، 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 ظالمین. یا مثلا میگین اذ، با تفاوتی که در اذ، مثلا وقتی خواسته باشیم ذال ادا بکنیم میگین اذ. وقتی ضا خواسته باشیم ادا کنیم چی میگین؟ اذ. پر ادا میشه، یعنی قسمت وسط زبان رو به سمت بالا کشیده میشه رو به سمت بالا، که در این تصویر شما به صورت دقیق آن را مشاهده میکنیم. این هم از 3 حرفی که به قسمت سر زبان، به سر دندانهای بالا یا قسمت دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره برخورد میکنه و 3 حرف ادا میشه: ضال، ثا و ضا. ضا البته با تفاوت این دوتا هست که این دوتا به حالت عادی ادا میشه، حالت استعلا را به خود نداره، اما ضا حالت استعلا را داره، باید به صورت پر ادا بشه و این قسمت وسطی زبان به قسمت کام بالا تمایل پیدا میکنه و ادا میشه ضا یا اذ وقتی خواسته باشیم ادا بکنیم. این بود از درس تجوید امروز ما. با هم دیگر یک وقفه را میبینیم و بعدا انشاءالله از قسمت دیگر برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن که آیاتی را به خدمت شما تلاوت خواهیم کرد در خدمت شما خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. با شکرگزاری نعمتها دوام خواهد یافت. دیگر از برنامه روحانی قرآن عظیم الشأن که در این قسمت با هم دیگر به سراغ آیاتی از کلام الله مجید خواهیم پرداخت و ان شاء الله با هم دیگر آن را تمرین خواهیم کرد و تلاوت خواهیم نمود. آیاتی که امروز تلاوت می‌کنیم از آیه 197 سوره مبارکه بقره هست الی آیه 202 سوره مبارکه بقره. با هم دیگر از آیه 197 ان شاء الله که شروع خواهیم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات. الحج این همزه وصل هست و ما گفتیم همزه وصل مادامی که
بعدش لام بیایه و الف لام بشه، ما مجبوریم که در آن فتحه بدهیم یا زر یا زبر بدهیم. بنابراین نمیگین الحجو یا میگین الحجو، نه، بلکه میگین الحجو، الحجو، حجو. ها با جیم در اینها با هم دیگر وصل میشه و یکجا خوانده میشه الحجو، حجو. و ها و جیم هم از حروفی هست که ما اینها را به هر حال خوانده ایم، اما جیم خب آسان هست، اما به هر حال همه آسان است، اما جیم عادی هست در زبان فارسی. اما ها بعضی ها درست تلفظ نمی کنند که ما گفتیم که ها از قسمت وسط حلق ادا میشه و باید آن را درست تلفظ بکنیم. اشهرون، اشهرون. اینجا بعد از تنوین که میبینید میم آمده و میم از حروف یرملون هست، از حروف ادغامه. ما را با میم ادغام میکنیم. اشهرم، اشهرم، رم، رم، معلوماتون، معلوماتون، معلوماتون. مع عین از وسط حلقه ادا میشه و اینجا هم توجه داشته باشید. معلوماتون. جیم هم که در اینجا میبینید علامت وقف جایزه، یعنی اگر وقف کردین جایزه، اگر هم وقف نکردین باز هم جایزه. فمن بعد از نون ساکن فا آمده، فا از حروف اخفا هست، ما نون ساکن را در اینجا اخفا میکنیم. فمن، فمن نمیگین فمن، فمن اگر فمن گفتیم اظهار کردیم، اما میگین فمن فرضه، 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 فیهن، فیهن، فیهن. نون در اینجا غنه میشه. فیهن، نل، نون با لام وصل میشه. نل حج، فیهن الحج، فیهن الحج. فلا رفث، فلا رفث، رفث، ث ث ث. اینجا توجه داشته باشید همان حرفیه که ما امروز خواندیم. فلا رفث گفتیم سر زبان به سر دندانه های پیشین بالا برخورد میکنه و ثا ادا میشه. فلا رفث، فلا رفث، رفث، رفث. ولا فسوق، فسوق، فلا فسوق. ببینین میان ثا و سین خیلی فرقه. رفث، سو، ث، سو با همدیگر خیلی متفاوته. این سین که میبینید از حروف صفیر هست، وقتی ادا میشه یک صوتی با خود خارج میکنه از دهان و دندانها با هم میچسبه، از وسط دندانها خارج میشه سین. اما ثا فرق میکنه، متفاوته. ولا فسوق، ولا جدال، ولا جدال، جدال، ولا جدال فی الحج. فی فا با لام وصل میشه. فی الحج، فی الحج، حج. قلا هم به معنای این که اگر وقف بکنید اینجا بهتره، اگر وقف کنید بهتره. و ما تفعلوا، و ما تفعلوا، و ما تفعلوا، و ما تفعلوا من خیر، من خیر، خیر، من خیر. من نون ساکن هست و بعد هم خا آمده، خا از حروف اظهار هست، بنابراین نون ساکن را در اینجا اظهار میکنیم، واضح و آشکار میکنیم. من خیر، یعلمه، 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 یعلمه الله، الله. لام جلاله اینجا پر خوانده میشه. الله
یعلمه الله، یعلمه الله. قلا هم به معنای این که اگر اینجا شما وقف کنید بهتره، اولا هست وقف. و تزودو 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 تزودو. زا با واو در اینجا وصل میشه، تزودو. فإن نون در اینجا غنه میشه، یعنی این که صدا از بینی خارج میشه. و ما گفتیم هرگاهی که نون و میم تشدید داشته باشه، مشدد باشه، غنه میشه. البته حروف دیگری هم هست، اما این دوتا رو شما توجه داشته باشید. قواعد دیگری هست که بعضی از جاها بعضی از حروف دیگه هم غنه میشه، اما بحث اینجاست که هرگاهی که شما دیدید این دو حرف مشدد هست غنه میشه. فإن خیر خیر خیر، را با زا در اینجا وصل میشه، رزادی خیر الزادی خیر الزادی خیر الزادی. دال با تا در اینجا وصل میشه، زادت تقوى زادت تقوى تقوى. اینجا تا اولا توجه داشته باشید که همان سر زبان برخورد میکنه به بیخ دندانهای پیشین بالا، و بعدش هم قاف در اینجا میبینید که ساکن هست. وقتی قاف ساکن باشه چون از حروف قلقله هست قلقله میکنیم. تقوى تقوى خیر الزاد تقوى تقوى. صلا هم به معنای این که اگر ما اینجا وصل بکنیم بهتره. وات باز هم تا هست، توجه داشته باشید. واتقونی 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 یا اولی الالباب یا اولی الالباب الباب یا اولی الالباب. یا مد منفصل هست، اولیل لام با لام، اولیل الباب یا اولیل الباب. ولی اگر وقف کنین میگین یا اولیل الباب باب. بار قلقله میکنیم در وقتی که وقف کنین چون ساکن میشه. این از آیه 197 میرویم به سراغ آیه 198. لیس علیکم لیس لیس علیکم علیکم. میم در اینجا اظهار میشه، علیکم. جناح جناح ح تنوینی که در اینجا داره تنوینش اظهار میشه. جناح چرا؟ چون که بعد از تنوین اینجا همزه آمده و همزه از حروف اظهار هست. جناح ان بعد از نون ساکن اینجا نون ساکن هست، بعد از نون ساکن تا آمده و تا از حروف اخفا، اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. ان تب با در اینجا قلقله میشه. تغو قو نمیگین، غو غینر باید درست تلفظ کرد و غین گفتیم که از ابتدای حلقه دا میشه. ان تبتغوا تغو فضلا ان تبتغوا فضلا. اینجا بعد از تنوین میم آمده و میم از حروف یرملونه، بنابراین ما اینجا ادغام میکنیم. لم لن نمیگین، لم فضلا مر. اینجا بعد از نون ساکن باز هم را آمده و را از حروف یرملونه، اینجا ادغام میکنیم. مر ربکم ربکم مر ربکم
جیم هم علامت وقف جایزه، اگر وقف کردین هم جایزه، اگر وصل هم کردیم جایزه. فاذا اینجا مد منفصل هست. فاذا و الظال هم امروز آن را خواندیم در درس تجوید که ذال سر زبان به سر دندانهای بالا، سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره برخورد میکنه. فاذا افضتم اینجا میم با میم ادغام میشه. افضتم من بعد از نون ساکنی که در اینجا هست عین آمده و عین از حروف اظهار هست. من عرفات اینجا بعد از تنوین فا آمده و فا از حروف اخفا هست، بنابراین اینجا تنوین اخفا میشه. عرفات عرفات فذ اینجا ذال سر زبان به سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره برخورد میکنه، ذال ادا میشه. فذ کروا الله فذكروا الله رالله لام جلاله در اینجا پر خوانده میشه. رالله فذكروا الله عین بعد از نون ساکن دال آمده و دال از حروف اخفا هست، بنابراین اینجا نون ساکن اخفا میشه. عند مشعر الحرام عند المشعر الحرام را با لام وصل میشه. الحرام عند المشعر الحرام. صلا هم به معنی این که اگر وصل بکنید اینجا بهتره، وقف نکنید. وذ باز هم ذال از سر زبان برخورد میکنه به قسمت دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره، به سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره، سر زبان در اونجا برخورد میکنه. وذ کوروه کما هداکم میم در اینجا اظهار میشه. و این بعد از نون ساکن کاف آمده، کاف از حروف اخفا، اینجا نون ساکن را اخفا میکنیم. و این نمیگیم و این، اگر و این بگین اشتباهه. و این کن باز هم بعد از نون ساکن تا آمده، تا از حروف اخفا میکنیم. و این کنتم اینجا میم ساکنه، بعد از میم ساکن میم متحرک آمده، اینجا میم را در میم داخل میکنیم، ادغام میکنیم. و این کنتم من قبله من بعد از نون ساکن قاف آمده، قاف از حروف اخفا میکنیم، نون ساکنه. من با در اینجا ساکنه، بنابراین قلقله میکنیم. من قبله لیهی نمیگین لیه اشتباهه، لیهی من قبله لمند نون با داد در اینجا، با داد که در اینجا هست یک جا خوانده میشه و وصل میشه. ضالین اینجا هم مد لازم هست، اینجا مد لازم هست. لمن الضالین مد لازم هست، 4 الی 5 حرکت آن را باید طولانی بکنیم. لمن الضالین مد لازم هست. و بعد از آن هم ضال اینجا هم مد لازم است. لین اینجا مد عارضی است. لمن الضالین
اگر وقف کنیم. اگر وقف کنیم مد عارضی است. این از آیه 198. می رویم به سراغ آیه 199. ثم ثا از کجا ادا میشه؟ بدون شک هر کدام از بینندگانی که از اول با ما بودن میگن که سر زبان برخورد میکنه به سر دندانهایی که در قسمت بالا، دندانهای پیشینی که در قسمت بالا قرار داره یا ثنایای علیا، در اونجا برخورد میکنه و ثا ادا میشه. ثم و با سوال دیگه مطرح بکنیم که این میم در اینجا مشدده، چیکار باید بکنیم؟ بدون شک که همه میگن غنه میشه. چرا؟ چون ما قاعده گذاشتیم و بار بار تکرار کردیم که هرگاه نون ساکن، هرگاه نون و میم مشدد باشه غنه میشه. ثم افیضوا من حیث، من بعد از نون ساکن ها آمده، ها از حروف اظهار، نون ساکن را اظهار میکنیم. من حیث حیث این هم مثل ثم هست، فراموش نکنید. حیث افاض داد در اینجا با نون وصل میشه و نون چون مشدد هست در اینجا نون الناس غنه میشه. بنابراین میخوانیم افاض الناس واستغفروا الله. جیم هم علامت وقف جایزه و لام هم در اینجا لام جلاله پر خوانده میشه. رالله نمیگیم رالله، اشتباهه. رالله لام جلاله پر خوانده میشه. و جیم هم که میدانید علامت وقف جایزه به این معنی که اگر وقف بکنید اینجا جایزه، اگر وصل هم بکنید جایزه. میتونین بخوانید واستغفر الله و هم میتونین بخوانین واستغفر الله ان الله. این نون مشدده غنه میشه. الله لام جلاله پر خوانده میشه. ان الله غفور غین از قسمت ابتدای حلقه میشه. غفور بعد از تنوین در اینجا را آمده، را از حروف یرملون ادغام میکنیم، میخوانیم رر. این را با رای دیگه داخل میکنیم. غفور رحیم. این از آیه 199. میرویم به سراغ آیت 200 از سوره مبارکه بقره. فَإِذَا قَضَيْتُمْ بعد از میم ساکن میم آمده متحرک، این دوتا را با هم ادغام میکنیم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مناسککم میم در اینجا اظهار میشه. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ. ضال سر زبان برخورد میکنه به سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كذكركم میم در اینجا اظهار میشه. آباءکم مد متصل هست. آباءکم میم اظهار میشه. آباءکم او اشد شین با دال با هم وصل میشه. اشد
گویا دو تا دال هست. اشد ذکرا ذکرا او اشد ذکرا. قیلا هم به معنای این که اگر اینجا وقف کنین بهتره. ما هم وقف کردین. اگر وقف کنین در اینجا نمیگین ذکرن، میگین ذکرا ذکرا ذکرا. ولی اگر اینجا وقف نکردین باید این تنوین را اخفا بکنیم. چرا؟ چون بعد از این تنوین فا آمده. فا از حروف اخفا. مثلا بخوانیم او اشد ذکرا فمن الناس. نناس، نون با نون دیگه یک جا وصل میشه و نون در اینجا نون الناس غنه میشه. فمن الناس می بعد از نون ساکن یا آمده. یا از حروف ادغامه، از حروف یرملونه. بنابراین ادغام میکنیم همراه غنه. میگین می یقولو ربنا وقتی خواسته باشیم این دوتا را با هم وصل بکنین اینجا مد منفصل هست. مد منفصل هست. ربنا آتنا في الدنيا فا با دال وصل میشه. في الدنيا وما له نمیگین له تا له فرق داره. وما له في الآخرة في فبلام آخرة من خلاق. بعد از نون ساکن خا آمده. خا از حروف اظهار. نون ساکن را اظهار میکنیم. من خلاق. این از آیه 200. میایم به سراغ آیت 201. و منهم بعد از نون ساکن ها آمده. ها از حروف اظهاره. اینجا اظهار میکنیم. و منهم بعد از میم ساکن هم میم دیگه آمده که این دوتا را با هم ادغام میکنیم. و منهم من یقول می بعد از ساکن یا آمده. یا از حروف ادغام هست، از حروف یرملون هست. اینجا اینها را با هم ادغام میکنیم. مثلا نمیگیم من یقولو. اگر من یقولو بگین اشتباهه، بلکه میگین می یقولو ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنه در اینجا بعد از این تنوین که میبینید حسنه در این بعد از تنوین واو آمده و واو از حروف ادغام هست، از حروف یرملونه. بنابراین تا را با واو وصل میکنیم. حسنه تو حسنة وفي الآخرة حسنة. بعد از تنوین واو آمده. باز هم اینجا هم این دوتا را با هم ادغام میکنیم. حسنة تو وقنا عذاب النار. عذا اینجا ضال سر زبان برخورد میکنه به سر دندانهای پیشینی که در بالا قرار داره، قسمت بالا. عذاب النار بن بابا نون و نون هم در اینجا غنه میشه.
عذاب النار. این از آیت 201. می رویم به سراغ آیت 202. اولئیک اینجا مد متصل هست. لائیک لهم بعد از میم ساکن نون آمده و در قاعده میم ساکن اظهار میشه. لهم نصیب بعد از تنوین میم آمده، بناهن چون بعد از تنوین میم بیایم میم از حروف ادغام میکنیم. نصیب بم میم این میم هم غنه میشه، این میم هم غنه میشه. نصیب مما کسبو جیم هم علامت وقف جائزه، یعنی اگر وقف بکنین جائزه، اگر وصل هم بکنین جائزه. والله لام جلاله پر میشه. والله سریع الحساب سریع الحساب. این هم از آیه 202. حالا با هم دیگر بینندگان عزیز و گرامی میخوام که یک توجهی به بعضی از این آیات داشته باشیم. یک کوتاه در مورد آیت 200 و 201 کوتاه اشاره میکنم. امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی توجهی به این داشته باشند. الله متعال سبحانه و تعالی مردم را در اینجا به دو دسته تقسیم میکنه. یکی ده از مردمی هستند که فقط دنیا را میطلبند، یکی ده مردمی هستند که هم دنیا را میطلبند و هم آخرت را. الله متعال میگه فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا. بعضی از مردمند که میگویند پروردگارا آتنا فی الدنیا، فقط یا الله برای ما در دنیا بدی، و ما له فی الاخرة من خلاق. الله متعال میگه هیچ بهره این فرد از آخرت نداره، فقط دنیا رو میطلبه و الله متعال دنیا را برایش میده، آخرت در کار نیست، چون از الله متعال آخرت نطلبیده، از الله متعال آخرت طلب نکرده و نخواسته. اما گروه دیگری در مقابل اینها هستند که الله متعال از اونها یادآوری میکنه، میگه و منهم من یقول. بعضی از مردم هستند که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یا الله در دنیا برای ما نیکی بدی، و فی الاخرة حسنه، و یا الله در آخرت هم برای ما نیکی بدی، و قنا عذاب النار، و ما را از آتش جهنم نجات بده. تفاوت این گروه با اون گروه فرق میکنه، تفاوت دارن این دوتا. یکی هست که به فکر آخرت نیست، ولی یکی هست که هم به فکر دنیاست هم به فکر آخرته. دین اسلام دین اعتداله، نمیخواد که ما کلن به دنیا دل ببندیم و دنیا را محکم بگیریم و آخرت را ترک بکنیم، و نمیخواه هم که تنها آخرت بگوییم و از دنیا استفاده نکنیم، بلکه باید دنیا را به عنوان وسیله استفاده بکنیم. از این آیه قرآن کریم خیلی واضح و آشکار معلوم میشه. نه تنها در این آیه بلکه آیات دیگری هم هست که الله متعال میگه ولا تنس نصیبک من الدنیا، نصیب و بهرت از دنیا را فراموش نکن. از الله متعال اگر انسان طلب خیر دنیا را بکنه، چون دنیا مزرعی برای آخرته، کشتزاری برای آخرته، اگر انسان در این دنیا کشت نکنه خوبی را در آخرت درو نمیکنه. پس بنابراین اگر انسان در این دنیا کشت خوبی کرد، کشت بجایی کرد، در آخرت هم الله متعال سبحانه و تعالی برایش ثمره این کشت را خواهد داد. برداشتی که از این کشت میکنه الله متعال برایش خواهد داد. و انسان مسلمان در نمازها عموما در بعضی از مذاهب و در بعضی از، به هر حال این دعا سنته که انسان بخوانه در نمازها. رسول الله علیه السلام میخواندن، پیامبر علیه السلام این دعا را فراوان میخواندن: ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار. این دعا زیاد انسان باید تکرار بکنه. معنایش را بدانین که در واقع انسان در این دنیا از الله متعال نیکی را طلب میکنه، خوبی و خیر را طلب میکنه، و در آخرت هم نیکی و خیر را انسان از پروردگار سبحانه و تعالی طلب میکنه. پس در این آیه
توجه داشته باشید که انسان نباید دلش را کلاً به دنیا ببندد. هم و غم انسان مسلمان نباید دنیا باشد، فقط دنیا. بعضی از برادران و خواهران مسلمان ما هستند که فقط دنیا را میبینند. حتی اگر کار اخروی هم بکنند، حتی اگر نماز هم بخونند، جانب دنیا را مد نظر دارند. حتی اگر یک کار خیر دیگری هم بکنند، جانب دنیا را مد نظر دارند که مردم به اونها احترام بگذارند، مردم اونها را تعظیم بکنند، مردم به اونها به چشم خوب ببینند، که مسئله ریا مطرح می شود. ولی انسان مؤمن، انسانی که درست دین را درک کرده باشد، این فکر و اندیشه را ندارد. آخرت را به جای آخرت، دنیا را به جای دنیا، این دوتا را با هم قاطی نمی کند. چون اگر انسان با کار اخروی نیت دنیا را داشته باشد و نیت داشته باشد که در دنیا هم عزتی برای او به دست بیاید به خاطری که کار اخروی کرده، انسان بدبخته، انسان بیچاره است. این انسان اخلاص را از دست داده، اصلا چیزی از این کار اخروی به دست نیاورده تا آن که وسیله‌ای بکند برای دنیایش. فقط به چشم مردم و در دید ظاهر برای مردم آشکار میکنه همچون چیزی را. اما حقیقتا انسان مسلمان این دعا را عملی میکند در زندگی خود. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه. نه تنها اینها، و قنا عذاب النار. یا الله ما را از آتش جهنم نجات بده، چون انسان توان این را نداره که عذاب جهنم را تحمل بکنه. از تحمل انسان خارجه. انسانی که تاب و توان خلیدن یک سوزن را بر خود ندارد، چگونه میتواند آتشی با اون بزرگی و آتشی با اون سوزی که در واقع اون آتش داره آن را تحمل بکنه، سوزشی که در آن آتش است؟ انسان ضعیفه. الله متعال سبحانه و تعالی میگه و خلق الانسان ضعیفا. انسان ضعیف آفریده شده. پس ای برادر و خواهر مسلمانم، این دعا همیشه سر زبانها باشد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. یا الله در دنیا برای ما نیکی و خیر فراوان را برای ما نصیب بکن. و فی الاخرة حسنه. یا الله در آخرت هم برای ما نیکی بدی. ما تنها دنیا را نمی طلبیم، بلکه از دنیا هم وسیله برای آخرتمان استفاده می کنیم. و قنا عذاب النار. هم مغم ما یا الله آخرته. و قنا عذاب النار، ما را از آتش جهنم نجات بدی و در مقابل آن یا الله بهشت خود را نصیب ما کن. تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا با ما همراه بودن. با همدیگر یک وقفه را میبینیم و بعد از میان برنامه این آیات را انشاءالله بعد از این که شنیدیم انشاءالله دوباره باز میگردیم و در خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی قرار خواهیم گرفت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی که تا حال ما را تحمل کردید یا جدیداً به جمع ما پیوستید، خوش آمدید. و بینندگان عزیز و گرامی، از این به بعد انشاءالله که تماس‌های شما را خواهیم شنید، اما قبل از آن یک مژده باز هم مژده. بینندگان عزیز و گرامی، چنانچه شما مستحضر هستید در این برنامه ها ما اکثرا با ماشاءالله اطفال تماس میگیرند و واقعا برای ما بسیار خوشاینده و الله متعال در عمرشان برکت بده و برای والدینشان الله متعال توفیق بیشتر نصیب بکنه که اطفالشان را این گونه تشویق بکنن به طرف قرآن و برنامه های قرآنی. تصمیم بر این گرفته شده که یک واتساپ در شماره در واتساپ گذاشته بشه و بینندگان عزیز و گرامی که دوست دارند از اطفالشان فیلم بگیرن، فیلم های کوتاه از تلاوت های قرآن عظیم الشان، مثلا یک سوره کوتاه را میخواد تلاوت بکنه، از او فیلم بگیرن، به این شماره واتساپ بفرستن. ان شاء الله ما از این به بعد در برنامه روحانی قرآن عظیم الشان یک فرصتی را خاص برای این خواهیم گذاشت که ویدیوهای اطفال را پخش میکنیم ان شاء الله، اگر پروردگار متعال سبحانه و تعالی برای ما توفیق بده. و دوست داریم که بینندگان عزیز و گرامی ما این کار را بکنند و ویدیوهای کوتاه از اطفالشان و از بچه ها و دخترهای خرد بگیرند که بعضی از آیات تلاوت کردن، حتی یک آیه، حتی یک سوره کوتاه تلاوت میکنند با نام، با ذکر نام و همچنان با سن که چند ساله هست و همچنین از کجا هست، این را برای ما بفرستند. ان شاء الله ما یک
خاص و ویژه قسمتی از برنامه را خواهیم گذاشت برای اینکه ویدیوهای این اطفال را پخش بکنیم تا اینکه تصویری هم تمام بینندگان عزیز و گرامی با چهره‌های نورانی و مبارک اینها آشنا بشن و الله متعال سبحانه و تعالی برای همه شما جزای خیر بده. شماره واتساپ زیرنویس هست و بینندگان عزیز و گرامی میتونن که با اون شماره ان شاء الله که حالا یا چی در طول هفته به هر حال برای ما بفرستن ویدیوهای کوتاه. جزاکم الله خیر. از این به بعد تماس‌های بینندگان عزیز و گرامی باز هست، میتونن تماس بگیرن و این آیاتی که تلاوت شد از آیه 197 تا آیه 202 سوره مبارکه بقره که ما آن را تلاوت کردیم و به صورت کوتاه به بعضی از نکات هم اشاره کردیم، ان شاء الله تلاوت بکنن. و خواهش من از تمام بینندگان عزیز و گرامی این است: اولا قبل از اینکه تماس میگیرن صدای تلویزیون ها را ببندن. ثانیا قواعدی که ما در تجوید خواندیم و مخارج حروف خواندیم مراعات بکنن. اگر مراعات نکنن بنده یعنی لازم هست برای من که جلوه بیننده گرامی را بگیرم و بگم که اینجا را اصلاح بکنین. امیدوارم که بینندگان عزیز و گرامی ما از این ناراحت نشوند. اولین تماس را با هم دیگر میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر گرامی. ما را محمد جان اصلا محمد میخوام. بله خیلی خوبه. الله متعال برای شما خیر بده و برای محمد جان هم برکت بده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. محمد جان میخوای تلاوت بکنی؟ بله. بسیار خوب. کجا تلاوت میکنی امروز؟ سوره حاقه. سوره الحاقه. بسیار خوب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه ما الحاقه وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال ثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ الربية أخذت رابية إنا لما طاغ الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكا واحدة. محمد جان فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها محمد جان والملك على أرض. ادامه بدی محمد جان. بخوان. بله. بخوان. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جزاك الله خير. محمد جان. تشکر محمد جان. آفرین. ماشاءالله تلاوت خیلی خوب بود. میخوای خواهر بخونه؟ بسیار خوب. بدی که بخونه.
السلام عليكم. علیکم السلام و رحمت الله. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ بسم الله. بخوان، میشنویم، بخوان. علني الرحيم الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين تقي سبحان غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. آمین. آفرین آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. آفرین. ماشاءالله. آفرین جواد جان. علیکم السلام و رحمت الله. آفرین. میخوای تلاوت بکنی یاسمین جان؟ بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم الحي القيوم لا تأخذه سنة وما له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما فوقهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات وما في الأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العزيز العظيم صدق الله العظيم. آفرین آفرین. ماشاءالله یاسمین جان. آفرین آفرین. باي باي. تشکر از شما. الله متعال به هر سه شما برادر و خواهر الله متعال توفیق مزید عنایت بکنه و برای خانواده شما هم الله متعال سبحانه و تعالی برکت بده. خب تماس بعدی را میشنویم. سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر گرامی. برنامه روخانه قرآن است. بله بله برادر گرامی، برنامه روخانه قرآن کریم هست. بنده از تاجیکستان، اسم من آدم است. بسیار خوب. بفرمایید برادر گرامی. میخواین تلاوت بکنید؟ میخوام تلاوت بکنم سوره قیامت. خیلی خوب. بفرمایید بخوانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر صدق الله العظيم. جزاک الله خیر برادر گرامی. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. سلامت باشید. تشکر از شما برادر گرامی. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. بیننده گرامی بفرمایید. و علیکم السلام. بفرمایید بیننده گرامی.
من عبدالباقی از تاجیکستان. بسیار خوب برادر گرامی آقای عبدالودود عزیز، اگر میشه صدای تلویزیون رو ببندین. میخوام سوره فاتحه رو بخونم. بسیار خوب، بفرمایید میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحیم. عبدالودود جان میشنوین صدامر؟ مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تشکر برادر گرامی، تشکر از شما. سلامت باشین. متوجه نشدم برادر گرامی. بسیار خوب، انشاءالله شما هم همچنین دعا بکنید. تشکر از شما، الله متعال شما جزای خیر بده. برادر گرامی، بعضی از نکات اشتباهاتی بود که اصلاح بکنین اینها را، چون در نماز هم تلاوت زیاد میشه سوره مبارکه فاتحه. الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، صراط الذین انعمت علیهم، صراط الذین انعمت علیهم. و همچنین اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم. جزاکم الله خیر، ان شاء الله که این نکات را توجه بکنین. بیننده بعدی، سلام علیکم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم. سلام علیکم استاد. علیکم السلام، خواهر گرامی بفرمایید. ببخشید استاد، من اولی اعتقاد داشتم در مورد برنامه‌تون، میتونم بگم؟ بفرمایید میشنوید. ببخشید استاد، برنامه‌تون خیلی مثلا وقتش زیاد مناسب نیست به نظر من. اگه یکم زودتر شروع بشه، مثلا یه ساعت بهتره. الان اصلا موقع نماز و قضا خوردن و ایناست، باید یکم. بسیار خوب، انشاءالله که این پیشنهاد شما مد نظر خواهیم داشت. جزاکم الله خیر. ممنونم. اگر کدام تشکر از شما، تشکر، جزاکم الله خیر. بفرمایید تلاوت کنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
جزاکم الله خیر. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر از شما خواهر گرامی. خدا نگهدار. سلامت باشین. تشکر از شما. خب بیننده بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. از کجا تلاوت کنم؟ از آیه 200 فاذا قضیتم مناسککم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. تشکر. جزاک الله خیر. تشکر از برنامه خوبتان. سلامت باشین. تشکر از شما. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اسم من نزیلا است. بسیار خوب. چند سال هستی؟ از افغانستان هستم. 5 ساله. ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ بله. از کجا تلاوت میکنی؟ سوره کافرون. بسیار خوب. میشنویم. بفرما، شروع کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الکافرون. بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، آنچه شما پرستش میکنید من نمیکنم. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه آنچه شما پرستنده چیزی هستید که من آن را میپرستم. ولا انا عابد ما اعبدتم، آنچه و نه هرگز من پرستنده چیزی هستم که شما آن را پرستش میکنید. ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما پرستنده چیزی هستید که من آن را میپرستم. لکم دینکم ولی دین، شما را دین شما و من را دین من. آفرین. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. خیلی زیبا بود. تشکر. آفرین. من خواهد برادرم خوردن تلاوت کنم. خیلی خوب. خیلی خوب. بدی که تلاوت بکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. نام تو چیه؟ از کجا تماس گرفتی؟ خوب از افغانستان تماس. اسم من از افغانستان هستم. چند ساله هستی عرفان جان؟ 5 ساله. ماشاءالله ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ کجا رو میخوانی؟ قل هو الله تلاوت. خیلی خوب. خیلی خوب. سوره اخلاص، سوره قل هو الله احد. بخوان. میشنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آفرین. آفرین. ماشاءالله عرفان جان. آفرین. تشکر از. علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر استاد محترم، شما سوره الرحمن رو تلاوت کنید. سوره الرحمن رو به برنامه قرآن کریم ولایت هرات به شما تلاوت کرده بودیم. ما بشنویده بودیم. خیلی تلاوت شما برای ما زیبا بود. شما تلاوت کنید سوره الرحمن رو در آخر برنامه. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. انشاءالله اگر امکان بود خواهر گرامی حتما تلاوت میکنم. تشکر از شما.
السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما و همچنین از این دو کودک خوب. الله متعال هر دویشان را انشاءالله که حفظ بکنه. تشکر از شما. خب بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بیننده گرامی اگر لطف کنین کمی بلندتر صحبت کنین بهتره. یا الرحمن میخوام تلاوت. بسیار خوب بفرمایید. کمی بلندتر صحبت بکنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن القرآن قد وكان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر. متاسفانه که تماس بیننده گرامی ما قطع شد. خب بیننده بعدی را میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو. سلام علیکم و رحمت. سلامت باشین. تشکر از شما. خسته نباشید. میخواستم تلاوت کنم. بفرمایید. کجا رو میخواین تلاوت کنین؟ از اول تلاوت کنم سوره. بله اگر از اول تلاوت کنین بهتره. از آیه 197. بله چشم. بفرمایید. ببخشید یه سوالم داشتم. من وقتی نفسم میگیره باید از کجا مثلا قطع کنم و بعدا شروع کنم؟ اینم بعدا اگه توضیح بدید ممنون میشم. متوجه نشدم خواهر گرامی. میگم وقتی نفسم میگیره مثلا در عین قرآن خوندن، بله باید از کجا مثلا قطع کنیم و بعدا از کجا شروع کنیم؟ بسیار خوب انشالله. بسیار خوب حتما انشالله توضیح باشه. ممنونم. دستتون درد نکنه. سلامت بشین. بفرمایید. درد نکنه. برنامه‌تون خیلی قشنگه. من هر جمعه از اول برنامه با کنید تا آخر میشینم. الحمدلله. خیلی وقتا هم نمیتونم تماس بگیرم با شما. الله متعال شما را حفظ بکنه و انشاءالله که استفاده بکنید. ممنونم. همچنین شما هم. سلامت بشین. درد نکنه. خیلی زحمت میکشید برای ما. دستتون درد نکنه. تشکر از شما. بخونم؟ بله بله بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله
إن الله غفور رحيم. صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر. جزاکم الله خیر. سلامت باشین. تشکر از شما خواهر گرامی. این نسبت به جمله داره، نسبت به جمله ارتباط داره که شما در کجا استاد بکنید. اگر در جیم باشه، اگر در قاف باشه، اگر در تا باشه، اینها خب اشکال نداره، از ما بعدش شروع میکنیم. اما اگر جای استاد شدن جای مناسبی نباشه، از این علامات نباشه، یا علامه‌ای باشه که شما باید اونجا را وصل بکنین، شما وقف کردین، نسبت به جمله داره. مثلا اینجا من میخوام که آقا احمد عزیز اگر یک بار این صفحه را نشان بدن که من از اینجا با عنوان مثال برای شما نشان بدم. مثلا شما در این آیه فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، اینجا شما مثلا استاد شدین، میخواین که ادامه بدین. از کجا شروع میکنین؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. مثلا از اینجا شروع میکنید، چون جمله از اینجا شروع میشه، جمله از اینجا شروع میشه، میتونید شما از اینجا شروع بکنید. و اون نظر به جمله داره که شما در هر جایی که استاد بشید، اگر به اون علامات به هر حال توجه بکنین، نفس خود را برابر کنین به این علامات، خب خیلی خوب. اگر اینها را به هر حال به این علامات برابر نکردین، از ما قبلش شروع میکنین که از جمله‌ای که ما قبلش است. مثلا اگر ما خواسته باشین از یک کلمه باز شروع بکنین، معنا رو خراب میکنه. حداقل باید یک جمله‌ای باشه که با این ارتباط بگیره، ارتباط با همدیگر پیدا بکنه و معنا درست بشه. و جزاکم الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. عایشه عزیزی هستم. بفرمایید خواهر گرامی، میخواین تلاوت بکنین؟ بله. البته نمیدونم کجا رو کدوم آیه است. اگر شما خواهر گرامی از آیت 200 یا 200 شروع بکنین انشاءالله که مشکلی نیست، یا از هر جایی میخواین تلاوت بکنین. باش از اولش شروع میکنم. خیلی خوب. بفرمایید بفرمایید میشنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات فما فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوا يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم وإذا عفزتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. تشکر از شما. سوال دارم. بفرمایید. من یه خواهر کوچولو دارم 3 سالشه. اسمش مرجانه. میخوام به سوره اخلاص رو یاد بدم، اما میخوام به یاد بدم تکرار میکنه، با من همخونی میکنه، اما بعدش که بخواد حفظ کنه، حفظ خودش بگه نمیتونه بگه. خیلی خوب، انشاءالله که اشاره خواهم کرد. خیلی ممنون. تشکر. خیلی خدا. تشکر از شما. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. فقط فلا رفث ولا فسوق. انشاءالله که کمی آرامتر تلاوت بکنین. البته فکر کنم که شما بودین که در هفته گذشته هم گفتین که در یک برنامه گفتین آهسته‌تر، در یک برنامه گفتین تندتر.
به هر حال در این برنامه هم میگم که آهسته‌تر کمی تلاوت بکنین و با دقت ان شاء الله کلمات با هم دیگر وصل بکنین، ان شاء الله که تلاوت شما خیلی زیباتر و خوبتر میشه. تشکر از شما. بیننده بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. بیننده گرامی بفرمایید. خب گویا اینکه این بیننده عزیز ما صدای ما ندارن. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. تماس بعدی. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من عبدالله از شهر الله. ماشاءالله عبدالله جان، میخوای تلاوت کنی؟ چند ساله هستی؟ 7. 7 ساله. ماشاءالله. میخوای کجا رو بخوانی؟ سوره یاسین. سوره یاسین. خیلی خوب، میشنوین. تلاوت کن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فلا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آفرین ماشاءالله. جزاک الله خیر، جزاک الله خیر. آفرین ماشاءالله ماشاءالله. الله متعال حفظ بکنه تو را. تشکر. تشکر. تشکر عبدالله جان، تشکر از تو. آفرین ماشاءالله. خب بیننده بعدی را میشنویم. بله سلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. نام ما یوسف است. بله. سلام. علیکم السلام. یوسف جان میخوای تلاوت بکنی؟ چند ساله هستی؟ 10 ساله. 10 ساله. ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ کجا رو تلاوت میکنی؟ زندگی میکنم. سوره تین. خیلی خوب، خیلی خوب. ماشاءالله. از دانمارک تماس گرفتی؟ بله. ماشاءالله. میخوای تلاوت بکنی؟ بله. نکنه میخوای سوره یوسف رو تلاوت بکنی یوسف جان؟ سوره تین. سوره تین. خیلی خوب، میشنوید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاکمین. آفرین ماشاءالله یوسف جان. آفرین آفرین. الله متعال تو رو حفظ بکنه. آفرین. کدام گفتنی دیگری داری؟ کدام چیز دیگه میخوای بگی؟ بیادرم هم میخوانم. خیلی خوب، خیلی خوب. میشنوی. خب اینم یا باش. بگیم
السلام علیکم. علیکم السلام. نام تو چیه؟ نام من یونس است. یونس جان چند سال هستی؟ 8 ساله. آفرین آفرین ماشاءالله. میخوای کجا رو تلاوت بکنی؟ میخوای کجا بخوانی؟ سورة اللهب. خیلی خوب خیلی خوب. میشنوین بخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها في جيدها حبل من مسد. في جيدها حبل من مسد. آفرین ماشاءالله. صدق الله العظیم. آفرین یونس جان آفرین ماشاءالله. تلاوت تو خوب بود ماشاءالله. تشکر. تشکر جزاک الله خیر. تماس بعدی رو میشنویم. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میخواستم پسرم سوره قرآن شریف بخونه. بسیار خوب بدین که تلاوت بکنن. باش. سلام. علیکم السلام. نام تو چیه؟ از کجا تماس گرفتی؟ چند ساله هستی؟ احمد مجيب الامارات. لقد تم وضع مكالمتكم في الانتظار. متاسفانه که تماس بیننده گرامی ما فکر کنم که مشکل برداشت. خب تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. کمی اگر بلندتر صحبت کنین. سوره بقره. میخواین سوره بقره تلاوت بکنین؟ فإذا من الشيطان الرجيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله بله بخوانین میشنوین. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد آباءكم فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. تشکر از شما جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی. فقط خواهر گرامی اگر وقتی تماس میگیرین البته این پیشنهاد من به تمام بینندگان عزیز هست که استرس را از خود دور بکنین. اینجا کدام چیزی نیست. به هر حال ما هم به هر حال مثل شما هستین، تفاوتی ندارین. دیگه بیننده ها هم مثل شما هستند، صدای شما رو میشنون و شکل عادی باشین، کاملا عادی باشین. یعنی حالت استرس برای شما نباشه، چون وقتی استرس بیایه حتی چیزی که انسان یاد داره از یاد انسان میره. خب تماس بعدی رو میشنوین. سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام. علیکم السلام و رحمت الله. صدای تلویزیون رو ببندین. بله تماسشان قطع شد. بیننده بعدی. سلام علیکم. بله سلام علیکم. مریم هستم از افغانستان. بفرمایید خواهر گرامی. استاد از کجا تلاوت کنم؟ شما از آیتی که اول، یعنی آیت اولی که در امروز خواندیم، از آیه 197 الحج اشهر معلومات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظیم. استاد جزاكم الله خیر. من خواهش داشتم. بفرمایید. اگر برنامه‌های پشتو هم جور کنی بسیار خوش میشه. انشاءالله امید است که انشاءالله به زودی جور بشه و این پیشنهاد شما رو انشاءالله که یادداشت میکنم. تشکر از شما، جزاک الله خیر و تشکر از برنامه بسیار زیبایتان. تشکر از شما، جزاکم الله خیر. تشکر. خب بیننده بعدی و آخرین بیننده انشاءالله. سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. سلام علیکم علی. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الو. بله بفرمایید، میشنوین. میخواد تلاوت کنم سوره قیامت. سوره قیامه. بسیار خوب، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه فلا قادرين على أن نحصي أسنانه بل يريد الإنسان أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر واختفى القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ ما قدم وأخر الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاصيره فتحرك به قال بالعجلة إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. جزاكم الله خير. بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وزن عنه الفراق كفت الساق إلى ربك يومئذ
الشام ولا صدق ولا صلى ولكن وتولى ثم ذهب إلى تمتع أو قاتل فأولى ثم أولى لك فأولى يحشر الإنسان أن يتقى ألم يكن نطفة ثم كان علقة فسلك فجعل منه زوجين فكان الإنسان أليس ذلك القادر على أن يحيي الموتى صدق الله. جزاكم الله خیر. تشکر از شما برادر گرامی، تشکر از شما، جزاکم الله خیر. انشالله برام دعا کنید انشالله. سلامت باشین. تشکر از شما. الله متعال مشکل شما رو حل بکنه. بیننده بعدی یک بیننده، فقط آخرین بیننده را میشنوید. سلام علیکم. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشین خواهر گرامی، بفرمایید. هستم از ایران. بله بفرمایید خواهر گرامی. از کجا باید بخونم؟ شما اگر از آیت 200 یعنی آیت فاذا قضیتم مناسککم. یه لحظه پیداش کردم. آیه 200 دیگه. بله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظیم. جزاکم الله خیر. تشکر از شما خواهر گرامی، تشکر از شما. خدا نگهدار. سلام علیکم و رحمت الله. تشکر از شما خواهر گرامی و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی که تا حالا با ما همراه بودند و از تمام خواهران و برادران گرامی هم تشکری میکنم باز هم، به خصوص از اطفال عزیز و والدین گرامیشون که تماس گرفتن و این شماره واتساپی که شما زیرنویس میبینید باز هم تکرار میکنم به خاطر اینه که شما میتونید در طول هفته ویدیوهای کوتاه از فرزندان و از اطفالتان بگیرید که تلاوت قرآن کریم میکنن، بعد برای ما بفرستید. ان شاء الله ما در این برنامه یک فرصت ویژه برای پخش تصویر اطفال همراه تلاوتشان ان شاء الله خواهیم داشت و در ضمن وقتی میفرستید در این شماره واتساپ بفرستید همراه نام و همراه سن که چند ساله هست و همچنین از جایی که زندگی می کند. اگر آن را علاقه نداشتید که بنویسید مشکلی نیست، اما نام و سن را حتما بنویسید و جزاکم الله خیر. ان شاء الله که بینندگان عزیز و گرامی ما به این نکته هم توجه داشته باشند. و خواهر گرامی پرسان کردن در مورد ای که گفتن به خواهر خوردشان سوره مبارکه اخلاص را یاد میدهن اما زود فراموش میکنه. خب به هر حال کودک است، زیاد تکرار بشه، تمرین بکنین ان شاء الله که حتما به ذهن او جا میگیره. باز اگر به ذهنش جا گرفت دیگه پاک نمیشه، حذف نمیشه. و در ضمن وقتی که برایش یاد میدین کوشش کنین که ذهن از بازی‌های دور پیش یا ماحولش دور بکنین، چون احیانا ممکنه شما برایش تلقین کنین، برایش یاد بدین و او ذهنش به جای دیگه باشه یا چشمش به جای دیگه باشه. کوشش کنین که تمرکز بکنه با شما. وقتی تمرکز داشته باشه ان شاء الله که حتما حفظ میکنه و حتما به این ان شاء الله که یاد خواهد گرفت و جزاکم الله خیر. اما خواهر دیگری خواستن که سوره مبارکه الرحمن تلاوت بکنم. حقیقتا سوره الرحمن بسیار طولانی هست و وقت هم برای ما بسیار کمه، اما اگر آقا احمد عزیز به ما خبر بدن که برای 2 دقیقه اگر وقت باشه فقط بسیار کوتاه
1.5 دقیقه برای ما وقت دادن، بسیار کوتاه. انشاءالله یک تلاوت بسیار کوتاه خواهم کرد از سوره مبارکه الرحمن. اگر تصویر نشان بدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. و تشکری میکنم از تمام بینندگان عزیز و گرامی باز هم و از آقا احمد عزیز که تا حال با ما همراه بودن و بار دیگر هم از واتساپ انشاءالله که بینندگان عزیز و گرامی فراموش نکنند. و الله متعال سبحانه و تعالی برای همه من و شما توفیق بده که همیشه زندگی قرآنی داشته باشیم و همیشه با قرآن باشین. تا برنامه دیگر همه شما رو به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.